ما 100% ای معلم ها روزیم. تا کجا این معلم در تربیه فرزند نقش مهم دارد؟ تو جایی که پیش از پدر است معلمه پیش از پدر است میگه اول استاد بعد پدر و مادر حرمت استاد در جای اول میستد. من روزی نیستم هیچ وقت که فرزندای من نسبت معلمان ناحرمتی کنن. از سبب نرسیدن شرایط باشد مهاجرت روسیه میروند از سبب نرسیدن مبلغ ندارن فرزنداشون دانشگاه داخل کنن. وقتی که از صنف یک میروه حاضر من یک نبیره چه مکم حاضر نو همی سال رفته میبینم خراکترش چطور که خصلتش دیگر خیلی شده خوراویش بر وقت دیگه خیلی اما خراکتر دیگر روسی نقش کلان دارد. نقش کلان دارد. بر نظر شما از نگاه مالی آموزگارا چی شرایط دارند؟ یعنی قدردانی میشن به فکرتون؟ قدردانی اگر ما اگر نکنیم وای برای چی وای را نمیسون موندن برای تربیت فرزندای ما. کاش همینش میدونم که تا 2010 کمی بد است. برام بسیار کس معاش بلندتر فکر کرده بسیار هم خیلی وایو داخل میشوند که شتابای اولیکاشون کمتر زیادتر شود. آموزگار کم است برای همون معلمان همین به نسبت کم ده. معلم هم بسیار من بینی که از دل خنک میروند. گپ همراستش من خودم معلم کار کردم 45 سال حاضر در نفقه هستم لیکن این معلمای حاضر من میبینم من خیلی خالی داشته میبینی در کوچه این میبینم سلام علیکم میگم باشه تو چه خیلی بر خالی رفته است. اینجا سمکای کلام بود در وای همه کتاب‌های همه نمودی کتاب‌های بدی بود کتاب‌هایی که بود علمی بود از آیا گفت کو می‌کردیم طلاق خوانندگان همین معلمی که در اوج همون ایجادکار است. اگر معلم خدمت شد در اوج اگر نشانت یاد طلبه هم از وی کاسته میشه. البته آموزگار چپه میرسد بسیار لیکن آموزگاران بسیار است از اینجا اولیکشان پس رفته شدن کار نمیکنن شرایطشان وزبین شلاقا با وزنین تر است هیچ کار میکنن هردوش میخونن 3 فرزند دارم 3 بچه میخوای ها کجیش برای که خیلی آموزگار این رنگ میگه مادری دویم ده زندگی ده اما مکتبم برای می هسته که اشتوای تربیه میتید یک تربیه دپوسی پدر و مادران باید فرزنده уже все равно با ایمان با علم نمیشد اما مکتبم آنچه вклад میکند برای تربیه فرزند ну какой любой زندگی و ایشان کمبودیو هست لیکن واسه پدر و مادران هم آموزگاران هم مکتب خودشون دور کرده این پرابلم مکتب نگوین و همه کسه وای کنن باور کنید یگان جان یگان پرابلم نمیشه باشه و یا هم این مود آسان گفتن ای وای معلم اهمیت نمیتید اپایش نمیشد لیکن میبخشید دوزه بود من خودم 3 بچه دارم اولم یک روز اثر تو بیگه خونی اوچش برو و 3 تا بچه کتی من بار قریب سرم ظریف داد اما من представлять میکنم که اوزی ماکسیمال любой معلمان 25 تا طلبه شد 25 تا این 25 تا هر یک خاراکتری خودش هر یکشان فکری خودش هر یکشان نیتی خودش هر یک تجربه подход یافتن это очень большая надо энергия и сил. معلم شخصی بهترین است صفا بخشنده در روی زمین است. دهد علم و ادب بر نسل نو است بزرگی معلم در همین است.